میدونی دردناکترین حقیقت دنیا چیه؟ اینکه تا وقتی بزرگ نشی نمیفهمی مادرت چقدر خسته بود و چیزی نگفت. بچه که بودی فکر میکردی مامان همیشه هست، قوی، آروم، بدون درد. اما بزرگتر که میشی میفهمی اون قوی نبود، فقط برای تو قوی بود. هیچ کس نمیفهمه مادرها چطور توی همون روزی که دلشون شکست باز هم غذا درست کردن، لبخند زدن و گفتن چیزی نیست، خوبه. واقعیت اینه مادرها بلندترین صدای سکوتن، درد رو قورت میدن، ترس رو پنهان میکنن و عشق رو بیوقفه میدن، حتی وقتی چیزی ازشون نمونده. مادر، همون قهرمانی که هیچ وقت اسمش توی کتابا نوشته نشد، ولی زندگی تو با نفسهاش ساخته شد. اگر هنوز هست قدرش رو بدون و اگر نیست به آسمون نگاه کن. میبینی تنها کسیه که حتی بعد از رفتن هم دست از دوست داشتنت بر نمی